بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیه و سلم. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را، سخنان پیامبر بزرگوار را به دیگران رسانید که دیگران هم بهره برند و شما هم از پاداش نیک بهره مند شوید. موضوع امروزینه درباره نفرانی هست که روزه میگیرند، روزه را نمیخورند. درس گذشته درباره انسانی بود که روزه میگیرد و میخورد، میشکند روزه را در نیمش. درس امروزینه درباره انسان‌هایی است که روزه میگیرند تا آخر، ولی در روزهشون بی‌پروایی میکنند، به اهمیتی میکنند، روزه را درست نمیگیرند، به اهمیتی و خیلی که در ماهای دیگر بدند همون خیل روزه را در پیش تلویزیون سپری میکنند، کینا فیلم ها تماشا میکنند، کلیپ های موسیقی و تماشا میکنند، غیبت و گپ های ناسزا همدیگر میزنند، شوخی های ناجا میکنند. به همین حال از پگاه تا بگاه وقت خود را که آنها در روزه هستند به همین حال سپری میکنند. نماز شب و نماز نفل نمیگذارند، بی پروایی خلاصه میکنند. برای همین ما حدیث پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم را برای شما پیشکش میکنیم که پیغمبر درباره آنها چی میگوید. فقط صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. حدیث از جابر ابن سمره است که میفرماید پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بالای منبر برآمد. فقال آمین آمین آمین. سه بار هر یک زینه‌ای که میبرآمد میگفت که آمین آمین آمین. گفته شد که به پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که تو وقتی بالای منبر میبرآمدی میگفتی که آمین آمین آمین. پس پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند ان جبرئیل علیه السلام اتانی فقال لی. جبرئیل علیه السلام پیش من آمد و گفت، بری من گفت، من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعده الله فقل آمین. گفت کسی که رمضان دریافت کرد، ماه رمضان برای او رسید، پس در همین ماه گناههای او بخشیده نشدند، یعنی طاعت و عبادت و چی نکرد درست، گناهاش بخشیده نشدند در همین ماه، پس دوزخ در آمد. پس جبریل چی گفت؟ فابعده الله، دعاش کرد، گفت الله او را دور سازد، هلاک سازد، یعنی که از رحمتش بیرون سازد یا که به عذاب گرفتارش کند. قل آمین. جبریل علیه السلام به پیغمبر گفت که بگو آمین. پیغمبر چی گفت؟ فقلت آمین، گفتم آمین. بین جبرئیل دعا میکند، دعای بد میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمین میگوید. چرا همین دعا را کرد؟ همین دعای بده برای چی؟ برای کسی که رمضان به او رسید، رمضان را دریافت کرد، گناهاش الله نبخشید. پس کدام وقت دیگر، کدام ماه دیگری است که قدر ماهی بزرگ، اجری بزرگی دارد که الله گناههای او را بخشد؟ چقدر خیرات در این ماه است که انسان باید از او بهره‌مند شود و انسانی که روزه گرفت و بهره‌مند نشید پس کی بهره‌مند می شود؟ چه فرصت و غنیمتی داشت در این ماه که در این ماه دروازه‌های بهشت باز می شوند، دروازه‌های دوزخ بسته می شوند. و پیغمبر می گوید، منادی ندا می کند، یا باغی الخیر اقبل. ای انسانی که تو خیر می خواهی، خیرخواه به پیش، به عمل نیک کردن به پیش. و یا باغی شر اقصر. و اون انسانی که تو بدی می خواستی و بدی می کردی، پس در این ماه بدی را کوتاه کن، از بدی دست کش. ولله عتقا من النار فی هذا الشهر و ذلك كل لیله. در همین ماه برای الله بندگانی هستند که آنها را از آتش دوزخ رها میکند. این هر شب است در همین ماه رمضان که الله آنها را از دوزخ، آتش دوزخ رها میکند. در همین ماه هر شب الله که نفرانی را از آتش دوزخ رها میکند. این در همین ماه، هر یک شبی که شب ماه رمضان است، در همین ماهی که اگر این ماه انسان دریافت کرد و عبادت نکرد، همون نمودی از شیطان ها که مرده شیطان میگن، آنها زنجیر پیچ میشوند، وسوسه آنها کم میشود. پس انسان کار عمل نیک و عمل خیر میکند. همه خیر و برکت در این ماه که است که انسان در این ماه اگر که کوشش تلاش نکند به عمل خیر، پس اون انسان محروم است از همه نیکی و خیری، محروم است. هنگامی که رمضان میدراید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید ان هذا الشهر قد حضرکم، همین ماه برای شما حاضر شد، آمد. در این ماه شب است که از هزار ماه بهتر است. کسی که من حرمها فقد حرم الخير كله، کسی که از محروم شد، محروم اون کسی است که از خیر کردن در همین ماه محروم شده باشد. محروم اون کسی است که در همین ماه از طاعت و عبادت دست کشید و عمل نیک نکرد.
و محروم نمی شود از خیر امین ماه مگر انسانی که محروم است اصلا. حدیث در ابن ماجه است. برای همین انسان در همین ماه باید کوشش و تلاش کند که این ماه چقدر پیغمبر میگوید از صیامه یعدل صیام 10 اشهر، همین ماه روزگیری در همین ماه برابر است با روزگیری 10 ماه. حدیث در امام احمد است، در مسند امام احمد. در همین ماه ابو هریره روایت است که پیامبر الله میگوید که صیام لی، روزه برای من است، و انا اجزی به، من پاداش او را من میدهم. پاداش او را وقتی که الله که داد چقدر پاداش بزرگی است. والحسنه بعشر امثالها، یک حسنه به 10 بار دوچند می شود. کاری نیک 10 بار افزایش می یابد در همین ماه. برای همین باز پیغمبر می پرسند که و من ادرک ابویه او احدهما فلم یبرهما فمات فدخل النار فابعده الله. پس باز دعای دین باره کرد. گفت کسی که پیغمبر گفت کسی که پدر و مادرش یا که یکی از پدر و مادرش دریافت کرد، در زندگیشون دریافت کرد، پس خدمت آنها را نکرد، با آنها نیکی نکرد، پس وفات کرد، مرد. به سببی پدر و مادرش یا بهشت می‌رود یا دوزخ. اگر خدمت آنها را نکرد، نیکی به آنها نکرد، پس وارد دوزخ شد. پس جبریل با دعا کرد که فابعده الله، الله او را هلاک سازد، دور سازد، هلاک سازد، گرفتار آتش دوزخ کند. پس جبریل چی گفت؟ قل آمین، بگو آمین. پیغمبر چی گفت؟ آمین. دعا کرد و پیغمبر آمین گفت. باز گفت که ومن ذکرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فابعده الله قل آمین فقلت آمین. کسی که نامت در نزد او گرفته شد پس به تو درود نفرستاند، وفات کرد، وارد دوزخ می شود، پس الله او را هلاک سازد، وارد دوزخ کند، بگو آمین. پیغمبر گفت که آمین. این بود دعای بدی که برای اون 3 نفری که همین کارای نیک در همین وقت انجام نمیدهند، که همین کارای نیک برعکس اگر کند انسان وارد بهشت می شود. اگر رمضان دریافت کرد و عبادت کرد، الله گناهاش می بخشد و وارد بهشت می شود. اگر پدر و مادرش دریافت کرد و نیکی کرد، سبب وارد شدن بهشت می شود. حدیث در امام ابن خزیمه است و امام حاکم و صحیح است. باز در روایت دیگر پیغمبر چی میگه؟ باز دعایی میکند. رغم انف رجل دخل علیه رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. رغم ای رغام، خاک می شود، یعنی بینی همون مرد در خاک برسد، بینیش در خاک برسد، یعنی معنای پستی و خاری و چرا دارد؟ پس شود، خار شود. اون نفری که رمضان در آمد و پس از رمضان یا برآمد در پیش از آنه که الله گناههای او را بخشد، یعنی طاعت و عبادت نکرد در رمضان مثل ماهای دیگر گذراند. باز پیغمبر چی میگه؟ رغم انف، این معنای پستی و خاری را دارد که انسان چقدر پست و خار می شود. حدیث از ابی هریره است و حدیث صحیح است. برای پیغمبر میگه امین سخنا را میزند که دعای بدش میکند که انسانی که رمضان می‌دارد و الله گناهی را نمی‌بخشد، اون انسانی پست است، وارد دوزخ میشود. برای چی؟ برای در حدیث ابی هریره رضی الله عنه پیامبر بزرگوار می‌فرماید که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که رمضان به نماز برپا میکند، قام ای برپا کردن به نماز، رمضان برپا میکند، یعنی شب نماز میگذارد و روز نماز میگذارد، به چی؟ ایمانا به، ای باوری به همین ماه، و احتسابا ای اجری همین ماه از الله منتظر است، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله عز و جل گناههای آن گناههای پیش کرده است اونا را الله میبخشد. باز همین پیغمبر میگه من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که روزه رمضان گرفت بین هم برپا کرد نماز، هم نماز برپا کرد، نماز شب و روز، و هم روزه گرفت در همین ماه، پس چی؟ الله گناههای پیشینه او را میبخشد. برای همین برادران گرامی، همین ماه چقدر برکت دارد. برکتش که این بین دروازه های بیشت باز میشوند، دروازه های دوزخ بسته میشوند. الله هر شب نفرانی را از دوزخ آزاد میکند، رها میکند. پس بیایید بکوشیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم در عبادت، در نماز، در روزه، در عمل خیر، صدقه، در سخن نیک، تلاش کوشش کنیم که از جمله همین نفران شویم که ما را الله از دوزخ از آتش دوزخ رها کند. از امو اجری شب قدر ما را که یک شب اون برابر 1000 شب است و یک ماه رمضان برابر 10 ماه است، از همون ما بهره مند شویم و از دست ندهیم اینقدر اجری بزرگه که شاید که به رمضان دیگر نرسیم، شاید که به رمضان دیگر نرسیم، وفات کنیم، از دنیا برویم. برای از دنیا رفتن باید ما توشه داشته باشیم که به قبر با همراهی انسان 3 چیز میران: مالش، فرزنداش، اعمالش. فرزندا و
اهل و عائلش و مالش برمیگردد، اعمالش قطیش میرود. برای همین برای خود توشه داشته باشیم، همنشین نیکی داشته باشیم، عملهای نیکی داشته باشیم که ما به همون عملهای نیک، به همون صفت عملهای نیک، ملائکه ها به همون شکل همون عملهای نیکی ما میبیند. اگر عمل نیک بود ملائکه به یعنی خوشبو و خوش صفت میبیاد، اگر کارهای بد بود ملائکه به همون شکل کارهای ما میبیاد، بدبوی و شکلی ناسزا و قبیح میبیاد. برای همین برادران و خواهران گرامی و مادران و پدران کوشش کنید در این ماه که الله گناههای ما و شما را بخشد و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.